تو این ویدیو قراره 5 تا از بهترین جلاتوهای پسته تهران رو با هم دیگه مقایسه و رتبه بندی کنیم. ولی خب قبلش ببینیم جلاتو چیه هستن. جلاتو به ایتالیایی میشه بستنی و در واقع همون بستنی ایتالیاییه که نسبت به بستنی معمولی چربی و هوای کمتری داره، بنابراین بافتش نرمتر و طعمش غنی‌تره. خب حالا بریم تهران خیابون شریعتی. رتبه پنجم میرسه به کومو. طعم پسته زیاد نبود و بافتش یخمکی و زب بود و زیاد سلیقه‌ام نبود. قیمتش 95 تومن و وزن هر اسکوپ هم 80 تا 85 گرم. نمره‌ای که میدم 4.5 از 10. رتبه چهارم میرسه به سن مارکو قدیمی و معروف. بافتش خوب بود، طعم پسته به خوبی حس میشد، ولی یه طعم ناخوشایند و اضافه‌ای داشت و همینطور تیکه‌های پوست پسته میزد تو ذوق آدم که خب جالب نبود. قیمت 60 تومن و وزن 80 تا 90 گرم. نمره‌ای هم که بهش میدم 5 از 10. خب رتبه سوم هم میرسه به سیدای سهروردی. طعم پسته به خوبی داخلش احساس میشد، ولی بافتش اونقدر نرم و لطیف نبود. تیکه‌های ریز پسته داخلش احساس میشد و قیمتش 75 تومن و وزنش هم 100 گرم بود. نمره‌ای که بهش میدم 7 از 10. رتبه دوم میرسه به جلاتو هاوس ولنجک که یهو کلا سطح بازی رو عوض کرد. همون اول عطر و بوی پسته کاملا احساس میشد و طعم پسته تازه و فوق‌العاده بود. بافت خامه‌ای و نرمی داشت که تیکه‌های خرد شده پسته هم داخلش بود. بسته‌بندی خوب بود و قیمتش 79 تومن و وزن هر کدوم از اسکوپ‌ها 100 تا 120 گرم بود. نمره‌ای که بهش میدم 9.5 از 10. و اما رتبه اول میرسه به فراگولا رومای کامرانیه، جایی که واقعا شگفت زدم کرد. طعم بی‌نظیر پسته کاملا احساس میشد و بافت خامه‌ای و لطیفش فوق‌العاده بود. تیکه‌های کامل پسته هم داخلش داشت و خب قیمتش گرونتر از بقیه بود. 185 تومن برای 120 گرم. سلیقه من بیشتر بهش میخورد و به نظر من بهترین جلاتو پسته تهران رو اینجا داره. پس بهش 10 از 10 میدم. این نمره سلیقه خودم بود و ممکنه نظر شما فرق کنه. پس خوشحال میشم تجربتونم بدونم. همراهیتون رو فراموش نکنید. خیلی